قربون پسرم برم رو کابینت میشسته. ساجد رو مبلغشون خراب میشه. هندونه آوردم، بیا پسرم این برا تو. میدم الان به تو هم. بیا. مگه دوست ندارم؟ ناشکری نکن ساجده. ماکارونی درست کردم با سس فلفل برا پسرم، دوست داری؟ من به فلفل حساسیت دارم. توف بخوری برا تو تخم مرغ درست کردم دیگه. تولدت مبارک ساجده. کیکم بود. داداش تورا گشنش بود خورد. ناشکری نکن. کادوی ساجده چند تا منگنه برای اتاقش نیاز داشت. دست بزنید. کادوی پسرم مناسبت تولد ساجده ماشینی که دوست داشت. بیا بغلم. ناشکری نکن. ماما عجیبه داداش فندک پیدا کردن. اون مال منه، بده من جدیدن سیگار میکشم. این برای چی دستی جوی داداشت میکنی؟ روشن نکن تو خونه لاغر. خب سوغاتی کفش خریدم از گازولین برای پسرم، چرب طبیعیه. یه دمپایی هم برای دخترم. مردونه. خب میدم به داداشت. میخوام. ناشکری کردی ساجده. گوشیمو پس بده. اگه میتونی بگیر. بیشون. ناشده با داداشت درست صحبت کن. چیزی چی کرد بگیری؟ چقدر تو بی‌تربیتی. سلام ماما من اومدم. آروم بابات خوابه. پاشو بریم باباتو بیدار کنم بریم دکتر. پاشو چرا جمع نکردید اینا رو ساجده؟ وقت خواب داداشه. خب حالا اون خسته‌ست میره سر کار، تو باید جمع کنی اینا رو. ساجده منو دفلادی. خدای من بین بچه‌هام فرق نذاشتم. این ساجده چرا اینطوری شد؟